صحبت ما از دروغ باشد آغاز شد. ما اول میخواستیم که از حضرهای نمکی شما صحبت را آغاز کنیم. خوب سخن با شما. سلامت باشید. از تازه ترین حضر. بله چه میگم. میگه پری طاووس لطیف است به کرگس نرسد، عقلم چیزی شریف است به هر کس نرسد. امروز مثلا در همین سخنی که ما اینجا آغاز کردیم در طبقه های تماشابین ما تماشابین است که با صورت تماشا میکرد و تنها برای صورت در است. مثلا قهرمان چین باز پوشیده چهره میرود تشباهی میخورد میخندد میگردد و غیره. تماشابین دیگری هست که تماشابین مثلا معنی مغزی اون مثلا نمایش رو صحنه رو چیکار میکنن جستجو میکنن. مثلا حجم نمکی گفتید مثلا اینترنت دارم حمیده بسیار و حیوانم یک پسر آدمی دانشمند بدولت وقتی آدم که سواد داشته باشد اول این بدولت میتواند شده. تمامی دانشکده را میخواند با بهای خوب و علا ولی همین درسی وایده نمیرد کامپیوتر ده نمیرد. اول خاطر سیاست پدر گفتم مادرش پیغام میدارد دانشکده را یک کار میکنه خط میکنه بعضی میبرن درس مخصوصی کامپیوتر میماند از اونجا هم میگریزد در تیزه محکم میکنه میگریزد خلاص نمیشه عاقبت پدر میفهمد مرزش دعوت میکنه میگه تو پسری من آدم دوغبرو فرون بهمدون همه میشینوسد چی دهشت اقتصاد پیمان کردن از مکتوب برای چی از همین درس کامپیوتر آموختن میگریزی تو زبان خارجی میدونی انگلیسی میدونی روسی میدونی فرانسوزی میدونی میره عربی میدونی این همه چی میدونی و تنها شیشتن و کامپیوتر رو آموختن کار کردن روز ترقی در این پیشرفت همین راستش رو تا سخت گرفته است پسر گشته پدر زوده که سبب داره پدر جون چی سبب داره؟ گفتم من از همون شهر میدونم میترسم که وقتی من همون کامپیوتر رو تو ماشین زیر میکنم وقتی هوای با کار میدارد هوای میفهمد که من زبانی مادری من نمیدونم من شهر میدونم